سلام و درود به همه شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امیرعلی هستم و خوش اومدیم به قسمت دوم تنظیمات کال آف دیوتی وارزون موبایل. اگه قسمت قبل رو دیده باشین میدونید که من راجع به تمام پنجره‌ها تقریبا صحبت کردم، فقط مون تنظیمات هات و قسمت سوشال. برای تنظیمات هات شما کافیه که روی کاستماایز هات بزنید. اینجا فقط یه تفاوت کلی با کال آف دیوتی موبایل داره، اونم اینه که شما میتونید شکل دکمه رو تغییر بدین. به چه صورت؟ اینجا اگه نگاه کنید من مپ خودم رو به صورت دایره‌ای کردم. شما اگه روی مپ کلیک کنید روی هر دکمه‌ای که قسمت ورایانس روشن بشه، اگر روش کلیک کنید شما میتونید اینجا شکل اون دکمه رو تغییر بدین که من این رو قسمت راوند گذاشتم و قسمت مینی بمپ روتیشن رو هم روشن کردم که چرخش مپم رو متوجه بشه. و شما با این کار میتونید که شکل دکمه رو تغییر بدین تا فضای بیشتری برای بازی یا حالا جابجایی دکمه دیگه‌تون داشته باشید. از توی این قسمت چیزی که قابل تغییره و برای من یکم پیدا کردنش چالش برانگیز بود همین قسمت دراز کشیدن یا پران بود. شما اگه این دکمه رو ندارین کافیه که روی کراچ کلیک کنین، ورایانس رو بزنین و این گزینه رو از حالت مرج به اسپلیت در بیارین که این دکمه براتون باز بشه. اپلای کنین، بیاین بیرون، دان رو بزنین، دوباره هات رو بزنین و میبینین که این دکمه اینجا براتون اضافه شده. نکته دیگه من اینجا نمیبینم که بهتون توضیح بدم، فقط این که از این دکمه دویدن تاکتیکال سپرینت حتما برای دویدنتون استفاده کنین. قسمت گیم پلی اگه بیاین، خیلی از تنظیمات اینجا هنوز ناآشناست و کاربردش هنوز دقیقاً معلوم نیست، اما چیزی که من میخوام بهتون بگم اینه که تو این قسمت کلایمسترز باتن رو قطع کنین. به نظر من دکمه‌های بالا رفتن و بالا اومدن پلا چیز بی خودیه، شما راحت میتونید خودتون با کنترل کردن کاراکترتون این کار انجام بدین. پراشوت رو شما میتونید اینجا منوال کنین که اتوماتیک چسترتون باز نشه. اینجا آرمور ریپیر، آرمور اکویپتون شما میتونید اتوماتیکش رو آف کنین اگه تسلط دارین به بازی و این قسمت هم روی آلویزن اسپرینت بذارین. توی قسمت پایین کامرا روتیشن مود شما اگه فیکس بذارین بازی با یه سرعت خاصی براتون انجام میشه، چرخش صفحه منظورم. ولی اگه روی اکسلریت بذارین مثل کال آف دیوتی موبایل شما با شتاب، یعنی بنا به اینکه دستتون چقدر سریع میکشین رو صفحه بازی، دوربین بازی هم برای شما میچرخه. توضیح خاصی دیگه تو این صفحه نمیمونه، ولی توی این قسمت، تو قسمت ایم داون ساید بیهیویر، این قسمت رو از روی توگل روی هولد بذارین که بتونین وقتی که ایم میگیرین ایمتون همونجا قفل نشه، ایم خودش اتوماتیک برداشته بشه. تو قسمت اینترفیس توضیح خاصی نمیمونه، تقریبا میتونید دست نخورده نگه دارین این قسمت رو، همون چیزی که هست بذارین باشه. من تغییر خاصی نمیبینم اگه بخوام دکمه رو توی بازی عوض کنم. تو قسمت سنسیویتی هم من حساسیت دکمه رو جایی که تونستم بنا به تجربه خودم کم کردم. شما هم اگه میخواین یکم رو بازی تسلط بیشتری داشته باشین به نظر من کم کنین این حساسیت رو که راحت‌تر بتونین به بازی تسلط پیدا کنین و بعدا میتونین حالا حساسیت بازی رو زیادتر کنین. این از این. تو قسمت سوشال هم اگه بریم به قسمت آدر شما تنظیمات مربوط به درخواستاتون رو میبینین. بنا به خودتون میتونین بسته یا باز یا به عنوان خاص برای سی گروه خاص نگه دارین و در قسمت نوتیفیکیشن هم توضیح خاصی نیست، تنظیمات مربوط به نوتیفیکیشن هست. ممنون از اینکه تا پایان این کلیپ همراه من بودین. اگه از این کلیپ خوشتون اومد لایک، شیر، سابسکرایب فراموش نشه. ممنونم ازتون، میبینمتون تا کلیپ بعدی.